عزیزان و همراهان کانال قصه خان سلام. من نازنینم و امروز اومدم براتون یک داستان جدید روایت کنم از گذشته های دور و از دل داستان های ارباب رعیتی. داستان های این کانال به قلم خانم مهین خزایی زاده نویسنده خوبمون منتشر میشه. قبل از شنیدن داستان دکمه لایک رو حتما بزنید و بعد از شنیدن داستان کامنت یادتون نره. از شما دعوت میکنم داستان امروز رو با هم بشنویم. بی پروا بهش خیره شدم. به شرطی به ایل برمیگردم که به جای برادرت خودت اقدم کنی. کیامهر شوکه شد. تو شیرینی خورده ی برادرمی و امشب مراسم وصلتتونه. نکنه زده به سرت. عزیزان و همراهان داستان سلام. با یک داستان مهیج دیگه از یک سرگذشت واقعی دیگه پیشتون برگشتم. سرگذشت پرند. با من همراه باشید با شنیدن این داستان. لباس عروسو که به اجبار تنم کردن و حنا رو به دستم بستن مثل این بود که داشتن منو به شکنجهگاه می بردن. شادی و هلهله دیگران پتکی بود که به سرم فرود می اومد. همه غرق خوشی بودن و سرمست از شراب این وصلت و من دلم خون بود از سرنوشتی که دستای دیگری برام رنج زده بود. بغض سنگینی راه گلومو بسته بود و دردم و هیچ کسی درک نمی کرد. حتی پدر و مادری که از رگ و ریشه اونا بودم. کی گفته فقط یه رعیته که سیاه بختی با بخت و اقبالشون گره خورده؟ مگه برای روزگار توفیر داره که ارباب باشی یا زیر دست؟ اگه بخواست دور و بازوشو به رخ آدمی بکشه دیگه براش هیچ فرقی نمیکنه و این بار قرعه بد اقبالیش رو به نام من زده بود. به نام پرند، دختر دردونه خان پاریز سیرجان، دختر کاووس خان و بهگل بانو. اونم فقط به خاطر یه سنت مسخره و بی‌پایه و اساس. همیشه تصور می‌کردم با خانزاده‌ای وصلت می‌کنم که اگه از اهل کرمان نباشه حتما از سیرجان یا پاریز باشه. ولی الان تا چند دقیقه دیگه باید به محل سکونت ایل می‌رفتم. اونم ایل افشار. چه اسم دهم پر کنی. برای اونایی که وصلت دختراشون با جوونای ایلیاتی رو افتخار میدونستن. آره افتخار بود. به شرطی که اجباری در کار نمی بود. همون موقع 2-3 نفر از دخترکان خوانین که خودشونو با سر و ظاهر عالی آراسته بودن دورم جمع شدن و هر کدوم به نوعی قصد مزاح و شوخی رو با من داشتن. پریچهر موهاشو کمی کنار زد. خب پرند، خودتو آماده کن که از حالا به بعد باید تو رو بانوی ایلیاتی خطاب کنیم. واقعا که چه لقب برازنده ای. ببینم این کاویان خان خوشبخت برادری نداره که بخوام خوشبختش کنم؟ تهمینه خنده بلندی سر داد. اتفاقا خیلی هم برازنده است. کیامهر خان با اون وجناتش دل از هر دختری میبره. سیور به شوخی ضربه‌ای به شونه تهمینه زد. اینطوری حرف نزن. ممکنه به پرندبانوی ما بر بخور و فکر کنه کاویان خان هیچ جذابیتی نداره. تهمینه لبخندی زد. اتفاقا هر دو برادر از وجنات چیزی کم ندارن. گفتم حالا که کاویان خان نصیب پرند شده سر منم بی کلاه نمونه. آخه شنیدم کیامهرم بدجوری دلبری میکنه از دخترکان خان و رعیت و ایلیاتی. اما خب تا اقبال با کی یار باش و رو بوم کی بشینه. سیور چشم و ابروی اومد و کنایه زد. بهتره بگی به خلوت کی بشینه. تهمینه پشت چش نازک کرد. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که بشینه. پریچهر به حرف اومد. بهتره به جای این حرفه 100 منیقاتتون حواستون به عروسمون باشه. ناسلامتی امشب مراسم وصلتشه. اون وقت ما نشستیم و هر کدوم سنگ خودمونو به سینه میزنیم. بعد دستی به شونم گذاشت. مطمئنم الان پرند دل تو دلش نیست و به فکر اولین شب خلوتش با داماد ایلیاتیه. اونم چه دامادی. مگه نه عزیزم؟ دلم میخواست فریاد بزنم و بگم برام اهمیتی نداره که کاویان چقدر برازنده است و جناتش زبان زده هم است. فقط میخوام از اینجا فرار کنم تا دست هیچ کسی به هم نرسه. صدای رعد و برق به گوش رسید و خبر از بارون شدیدی میداد که در راه بود.
کاش این بارون سیل میشد و همه چی رو با خودش میشست و از بین میبرد تا منم از این وصلت اجباری که طبق سنتای بیپایه و اساس طایفه خانی بود خلاص میشدم. همون موقع مادرم از راه رسید و تا چشش به دوستانم افتاد لبخندی زد. بسیار خوب دخترا، دورش رو خلوت کنید. کاویان خان اومده دنبال عروسش تا همراهیش کنه و سوار اسب بشه. دخترها تبریک گفتن و با دعای خیر از اونجا رفتن و صدای مادرم بود که در اتاق پیچید. تو چته دختر؟ من که میدونم واسه چی اینطور ماتم گرفتی، ولی بهتره خودتو جمع و جور کنی. کاویان خان جوان خوب و با جنمیه. فقط کافیه بلد باشی چطور دلشو به دست بیاری. اون وقت میبینی چطور دریایی از محبت و کوهی از جواهراتو به پات میریزه. عصبی دستام مش شد و دندونامو به هم ساییدم. نه محبت خواستم و نه جواهرات. فقط میخوام که همتون منو به حال خودم بذارید. مادرم عصبی کنارم نشست و بازومو به سمت خودش کشید. بس کن پرند، نکنه خیال داری با این حرفا ما رو بی آبرو کنی و سر زبونا بندازی؟ آره؟ هیچ فکر مقام و اعتبار خانواده‌تو نمی کنی؟ نگاه شاکیمو به مادرم دوختم. شما چرا فکر خوشبختی آینده منو نمی کنید؟ مادر رخمی به چهره نشوند. دیگه چی میخوای که این کاویان بیچاره نداره؟ تو میخوای آبروی ما رو ببری. خوشی زده زیر دلت. فقط کافیه یه نفر این حرفای صدمنی غازتو بشنوه. اون وقت چه شایاتی که پشت سرمون روون نشه. همین دوستات هر کدوم حسرت وصلت با چنین جوانی رو دارن. اون وقت تو به این وقتت لعنت میفرستی. واقعا که قد نشناسی. با عصبانیت لب زدم. مگه من فرستادم دنبالش که الان از قد نشناسی من حرف میزنید؟ چرا باید قربانی این سنت غلط بشم؟ اونم محض وصیت نادرست کسی که خودش سالها پیش از دنیا رفته. حالا من موندم و آینده‌ای که به تباهی کشونده. اصلا با این وصیتش روحش در آرامشه؟ مادرم بی‌حوصله آهی کشید. حتما صلاح و مصلحتی بوده که چنین وصیتی کرده. نکنه خیال کردی من به میل خودم با پدرت وصلت کردم. هرچند مشکلاتی بود اما ساختم و لب باز نکردم. اونم به موقعش حواسش به هم بود. اصلا کدوم یکی از بانوان طایفه به میل خودشون وصلت کردن که تو چنین توقعی داری؟ همیشه این بوده که انتخاب می شدیم. انتخاب نمی کردیم. سری به علامت تأسف تکون دادم. مشکل ما اینه که خودمون اجازه دادیم با همون مثل یه قاب دستمال رفتار کنن، ولی هیچ کس اهمیت نمیده چی تو دلمون میگذره. صدای کاویان از سالن شنیده شد. بانو بهگل، اومدم دنبال پرند. آماده است؟ مادرم تا صدای کاویانو شنید این خفه‌ای کشید و کمی رنگ به رنگ شد. خدا کنه حرفامونو نشنیده باشه. ببین کاراتو، تو با دست و زبون خودت آبرومونو نبردی، ولکن نیستی. بعد با صدای بلند جواب کاویانو داد. بله کاویان خان، تشریف بیارید داخل. بعد از جاش بلند شد و تون تون کنار گوشم با حرص لب زد. الان که کاویان پاشو توی اتاق گذاشت، همین اون گلویه ها رو همینجا خاک کن و هم پاش از اتاق برو بیرون و دیگه هیچ وقت این چرندیاتو به زبون نیار. فهمیدی؟ کاویان خان قدم به اتاق گذاشت. مادرم لبخندی ظاهری زد. خوش اومدی کاویان خان. اینم عروست پسرم. منتظرت بود. از این کلام مادرم حسابی عصبانی شدم. با این حرفش غرورم لگدمال شد. من اصلا تمایلی به اون نداشتم. چه برسه به این که منتظرش باشم. مادر بازومو گرفت و با اجبار از جا بلند کرد. همه چیز آماده است. الهی که خوشبخت بشید و به پای هم پیر. کاویان تشکری کرد و به سمتم اومد و بازومو گرفت. بریم. وقت رفتنه. پاهم سنگین بود و قلبم پر از کینه. فشار دست کاویان دور بازوم منو وادار به همراهی کرد. مادرم دست پشت کمرم گذاشت و بدون اینکه کاویان متوجه بشه کمی منو به جلو هل داد. همین حرکتش بهم فهموند که داشت از عصبانیت رفتارم خونش رو میخورد. پس اگه متوجه باشه باید بدون من الان چی داشت به سرم میومد. اما برای هیچ کسی این احوالاتم اهمیتی نداشت. کاویان کنار گوشم لب زد. مثل اینکه حالت خوش نیست. نکنه دچار بیماری شدی و چیزی نمیگی. حتی دلم نمیخواست نگاهش کنم. فقط با حرص آروم لب زدم. بله من بیمار شدم و در حال حاضر احوالم مناسب این مراسم نیست. اما اگه مخالفت کنم خود شما وصلت رو به تأخیر میندازید.
کاویان نگاه مغرورش رو به هم دوخت. نگاه سنگین و حق به جانبشو. اما کسی چیزی به هم نگفت. حتی خودت. عصبی به حرف اومدم. مگه من شما رو توی این مدت دیدم که بخوام چیزی بگم؟ مادرم که انگار متوجه ناسازگاری من شده بود بلافاصله به زبون اومد. بهتر زودتر را بیفتید. بارونم ممکنه شروع بشه. باید عجله کنیم، بقیه منتظرن. کاویان ایستاد و رو کرد به مادرم. کلامش بوی طعنه میداد. مثل اینکه پرندبانو چندان تمایلی به این وصلت ندارن. شما باید همه چیزو برای ایشون روشن میکردید. این یه بازی کودکانه نیست و منم بازیچه نیستم. مادرم از حرفای کاویان حسابی رنگش پریده و دستپاچه شده بود. باور کنید ما اصل ماجرا رو با پرند در میون گذاشتیم. فقط کمی ذهنش پریشونه. قدم به مراسم که بذاره همه چی درست میشه. خیالتون راحت. اون چه که لازم بوده بهش گوشزد شده. کاویان خان پوزخندی زد. ولی انگار چندانم موفق نبودید. درسته؟ مادرم هاج و واج مونده بود که چی جواب کاویانو بده که خودش زودتر به حرف اومد. به هر حال امشب باید همه چی طبق مراسم پیش بره. وگرنه من یکی که جوابگوی عواقب کار نیستم. متوجه هستید که چی میگم؟ رنگ رخسار مادرم تغییر کرد. مطمئن باشید اتفاق ناخوشایندی تکرار نمیشه. دخترم فقط کمی مشوشه که اونم طبیعیه. هر دختری تو شب وصلتش این احوالات بهش دست میده. بعد در اتاقو باز کرد. بفرمایید، بقیه منتظرن. مادرم برای رفتن ما از سر راهمون کنار رفت و منو راهی کرد. اما کاش میدونست با این کار و تصمیم خودش و پدر داشتن سرنوشتم رو با تلخی رج میزدن. وقتی پدر و مادرم اینطوری آیندم و به هیچ گرفته بودن، چه انتظاری از کاویان و دیگران داشتم. کاویان خان که با اون همه وجنات و جذابیت خاصی که داشت به چشم من نمی اومد و بابت این مسئله و البته رفتاری که داشتم معلوم بود خیلی به غرورش برخورده بود که نگاه برزخی و سرخش رو به من دوخته و مشخص بود انتظار این نادیده گرفته شدن از جانب منو نداشت. بالاخره که نمیتونستم تا آخر دنیا اونجا وایسم و مردد رفتن و موندن باشم. اعتراضم به گوش کسی نمیرسید. ولی باید راهی پیدا میکردم تا شاید بتونم این وصلت رو به هم بزنم. ولی نمیدونستم این کار از عهدم بر می اومد یا نه. شایدم به قیمت جونم تموم می شد. به خروجی در عمارت که رسیدیم کاویان خان بازومو کمی فشرد. ببین، طبق رسومات باید منتظر باشیم تا اسبی رو به رسم پیشکش از ایل براس بیارن که سوار بشی و به محل جایگاه طایفه بریم. فقط حواست باشه این خیمه شب بازی رو بذاری کنار. فقط تو نیستی که ناچار به سکوتی. متوجه معنای حرفش نشدم و اونو به نوع دیگه ای برداشت کردم. بله خب، به قول مادرم هر بانویی حق انتخاب کردن نداره. باید انتخاب بشه. کاویان خان لب زد. خیلی چیزاست که تو ازش خبر نداری. پس بهتره با سرنوشتی که برات در نظر گرفته شده مخالفت نکنی. هر کدوم از افراد طایفه ها قربانی سنتان و من و تو هم یکی از اونا. خواستم چیزی بپرسم که در عمارت باز شد و با هلهله و شادی بقیه مواجه شدیم. تعدادی از مهمونا برای بدرقه ما اومده بودن. طولی نکشید دست به پیشکشی که کاویان خان ازش حرف میزد و یکی از نگهبانا آورد و من با کمک کاویان خان سوار شدم و خودشم به اسب دیگه ای نشست و به راه افتادیم. پدر در میون جمعیت نبود. از مادرم شنیده بودم که برای استقبال از من به ایل رفته و در چادر پدر داماد انتظار ما رو میکشید. بعد از اینکه به راه افتادیم مادرم و تعدادی از تیر و طایفه قرار شد آماده شن و به سمت ایل حرکت کنن. حالا من و کاویان خان در جاده تنها به مسیرمون ادامه میدادیم. هر لحظه فکری به ذهنم هجوم می آورد که از این معرکه‌ای که گرفتار شده بودم خودم رو رها کنم. هرچند اگه از قصد فرار می کردم قطعا آتیشی به پا می شد که خاموش شدنی نبود و دودش فقط تو چش خودم می رفت. اما باید یه بار برای همیشه تکلیف خودم و زندگیمو روشن می کردم. بارون شدت گرفت و زمین ناهموار بود. کاویان خان با وجود جدیت و اخمی که به چهره داشت باز دور حواسش به من بود تا مشکلی در مسیر برام پیش نیاد. ولی این مسئله و توجهی که وظیفش بود دردی از مشکل من درمان نمی کرد. درد من فقط یه چاره داشت.
فرار کردن از مراسم وصلتی که برام تلختر از جهنم به حساب می اومد. و اطرافم نگاهی انداختم تا بتونم سر به زنگا اسبا بتازونم و طوری از مقابل چشای کاویان خان دور بشم که نتونه منو پیدا کنه. فقط کافی بود پام به سیرجان برس و از اونجا به کرمان برم. اون وقت میتونستم پنهان بشم و با کمک 1-2 نفر از دوستان قابل اعتمادی که داشتم به شهر دوردست دیگه ای برم. 1-2 سال که بگذره آب از آسیاب خواهد افتاد و اون وقت میتونم دل پدر و مادرم رو به دست بیارم. صدای رعد و برق من از عالم فکر بیرون کشید. همون موقع بارون شدت بیشتری گرفت و صدای رعد و برق بود که پیاپی به گوش میرسید و انگار خبر از طوفان میداد. اسبی که سوارش بودم حسابی بیقراری میکرد. کنترل کردنش برام واقعا سخت بود. صدای کاویان خان بلند به گوشم رسید. سعی کن افسار اسب و محکم نگه داری. حیوان زبون بسته ترسیده. اسب منم رم کرده. همونطور که تلاش میکردم اسب آروم کنم یه دفعه سر و کله اسب سواری از دور پیدا شد و تا چشش به ما افتاد با صدای بلند به حرف اومد. من اومدم پیتون کاویان. نگران نباش الان کمکتون میکنم. کاویان تا چشش به اون جوان افتاد امیدوار لبخندی زد. خودتو به موقع رسوندی کیامهر. برو به کمک پرند. اسبم حسابی افتاده سر لج و با این شرایط نمیتونم به پرند نزدیک بشم. ممکنه اسب اونم جری بشه. با دقت بهش خیره شدم. کیامهر برادر کوچکتر کاویان، همونی که از محسناتش زیاد شنیده بودم و اینکه 1000 جون خواهان داشت. واقعا هم حرفایی که در موردش شنیده بودم درست بود و حتی بیشتر از اونم تحسین آدمی رو برمیانگیخت. یعنی یه فکر از سرم گذشت. اگه کیامهر به جای کاویان قرار بود همبالینم بشه اون وقت چی؟ بازم حاضر می شدم آینده و رویاهامو فدا کنم واسه یه در کنارش بودن؟ چیزی نگذشت که کیامهر خودشو به من رسوند و به هم خیره شد. نگاهش بار از حرف بود. شایدم من اینطور فکر می کردم. به زبون اومد. مؤدب و محترمانه. زن داداش اومدم کمکتون کنم. بهتره هرچی میگم انجام بدید. طوفان شدید شد و اسبا ناآرومی میکنن. نمیدونم این طوفان ناغافل از کجا یه دفعه پیدا شد. خیال میکردیم یه بارون ساده باش و مشکلی پیش نیاد. اون حرف از طوفان رو نجات میداد اما من از 2 کلمه اول جملهش خونم به جوش اومده بود. زن داداش. فکری که اعصابم رو به هم ریخته بود. با خشم به زبون اومدم. من هنوز با برادر شما نسبتی پیدا نکردم که به هم میگی زن برادر. کیامهر که اصلا توقع شنیدن این حرفو از من اونم در این بلوا نداشت متعجب خیره من شد. تردید در لحن و کلامش واضح بود. این حرف یعنی چی پرند بانو؟ شما شیرین خورده ی همین که باتون به ایلات برسه و خطبه عقد بینتون جاری بشه همین جایگاهو خواهید داشت. پس این مخالفت برای چیه؟ اونم در این شرایط. عصبی لب زدم. الان نه وقت نصیحت شنیدن رو دارم و نه حوصله‌شو. فقط باید خودم از کابوسی که گرفتارم کردید نجات بدم. نه تو نه هیچ کس دیگه نمیتونید جلومو بگیرید. الانم بهتره منو به حال خودم بذاری. اگه سعی کنی زده راهم بشی به رگ و ریشه خانیم قسم خودمو سر به نیست میکنم و داغ این ننگو تا ابد به پیشونی طایفه افشار میزنم. حالا دیگه خود دانی. کیامهر خواست جوابی بده که اسب کاویان از وحشت به شدت رم کرد و روی 2 دست ایستاد و باعث شد تعادل کاویان به هم خورد و نقش زمین بشه. صدای فریادش به هوا رفت و کیامهر حواسش به اون پرت شد و به طرفش رفت. صداش نگران و مشوش بود. حالت خوبه کاویان؟ تو رو خدا جواب بده. بلافاصله از اسب پیاده شد و خودشو بالای سر کاویان رسوند. من خواستم از فرصت استفاده کنم و به سرعت دور بشم. این بهترین فرصت بود. به کاویان نگاهی انداختم که جواب کیامهر رو داد. نگران نباش برادر من خوبم. این از فقط کمی ترسیده. نمیدونم زبون بسته چی حس کرده که اینجوری ناآرومی میکنه. کیامهر به کاویان کمک کرد تو از جا بلند شد. اما انگار دستش کمی آسیب دیده بود. من که فرصت رو مناسب دیدم بلافاصله به تنه اسبم ضربه ای زدم و اونو به حرکت در آوردم و تا اونجا که میشد تلاش کردم از اونجا دور بشم. هر 2 برادر چششون به من افتاد. کیامهر فریاد زد. کجا میری زن داداش؟ صدای عصبی کاویان به گوش رسید.
عزیزان، امیدوارم تا اینجای داستان امروز لذت برده باشید. قبل از شنیدن ادامه داستان اگر دکمه لایک رو نزدید بزنید و کامنتتونم یادتون نره. بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. تو برو دنبالش کیامهر. من با این دستم نمیتونم زیاد اسبو کنترل کنم. باید آرومتر برم، بهش نمیرسم. تو رو خدا برو. به پشت سرم نگاهی انداختم. کیامهر مردد اومدن پی من بود که کاویان عصبی به حرف اومد. عجله کن، جلوشو بگیر. من از عهده خودم برمیام. با شنیدن این حرف کاویان از ترس اینکه کیامهر بتونه منو به چنگ بیاره بیشتر به تن اسب ضربه میزدم و اون زبون بسته تندتر به راهش ادامه داد. هنوز از پاریس دور نشده بودیم و اون اطرافو به خوبی میشناختم. پس به سمت جنگل راه کج کردم تا دست کیامهر به من نرسه و بتونم جایی پنهان بشم و در فرصتی مناسب از اونجا خودمو به شهر برسونم. اونقدر طلا و جواهرات به سر و تنم آویزان بود که توشه راهم باشه. بالاخره وارد جنگل شدم. به پشت سرم نگاهی انداختم و دیدم که کیامهر داشت به تاخت پشت سرم می اومد. اسب بیچاره رو وادار کردم تا از میون شاخ و برگا و مانه‌هایی که اونجا فراوون بود عبور کرد و هوا داشت تاریک میشد و ممکن بود هر اتفاقی اونجا برام بیفته. اما اونقدر به فکر فرار بودم که به این خطرات توجهی نداشتم. دیگه دیر شده بود و قدم در مسیری گذاشته بودم که برام راه بازگشتی نداشت. بارون هنوز میبارید و از شدت سرما به خودم میلرزیدم. کم کم صدای حیوانات از گوشه و کنار به گوش می رسید. برای منی که حتی یه شب بیرون از خونه نگذرونده بودم، حالا باید در این شرایط توی جنگل سر می کردم. دروغ نیست اگه بگم ترسم از کیامهر بیشتر از هر خطری بود. چون اگه به چنگش می افتادم، خدا می دونست چطور تلافی این کارم و سرم در میاره. چون از غیرت جوانای ایلیاتی زیاد شنیده بودم. همونطور که توی تاریکی سعی داشتم راهمو پیدا کنم و مرتب اسب بینوا رو وادار به پیشروی می کردم، یه دفعه پای اسب توی چاله آب افتاد و تعادلش به هم خورد. من که از این اتفاق ناگهانی شوکه شده بودم، تعادلمو از دست دادم و از بالای اسب روی علفای جنگلی افتادم. اقبال با هم یار بود که سرم به جایی اصابت نکرد، اما تنم حسابی کوفته شده بود. از درد لبمو به دندون گزیدم. به اسبم نگاهی انداختم. طفلی پاش آسیب دیده بود و توان حرکت نداشت و گوشه ای نشسته بود. تقلا کردنش برای بلند شدن فایده ای نداشت. همون موقع صدای شیهه اسب دیگه ای رو در نزدیکی خودم شنیدم. حتما کیامهر بود که خودشو به اینجا رسونده بود. هر طور بود به تنه درختی گرفتم و از جا بلند شدم. ناچار بودم اسبو همونجا رها کنم. نگاهی پر از غم بهش انداختم. کاری از دستم براش بر نمی اومد. ولی خودمو که میتونستم نجات بدم. حتما کیامهر با دیدنش در این شرایط به اون کمک میکرد. پس با سرعت به راهم ادامه دادم که صدای عصبی کیامهر رو پشت سرم شنیدم. معلوم هست این رفتار احمقانه چیه که از دست سر زده؟ با این کار هیچ آبرویی برای دو طایفه نمیذاری. بهتره تا دیر نشده و پشیمونی به بار نیومده با زبون خوش برگردی دختر جون. با خشم نگاهش کردم. نه تو نه هیچ کس دیگه حق تهدید کردن یا مجبور کردنم انجام این کارو نداره. تو هم بهتره که از اینجا بری، چون حتی که بمیرم حاضر نیستم قدم به اون خراب شده بذارم. بلافاصله میون درختای تناور پیچیدم تا نتونه منو پیدا کنه. اما اونم بچه دشت و صحرا بود و خوب میدونست در این شرایط باید چه کاری انجام بده. یا دیدمش که از اسب پیاده شد. افسار اونو به تنه درختی بست. کاملا واضح بود که قصد داشت به دنبالم بیاد. با دیدن این منظره به سرعت به راه افتادم. اما اونقدر تاریک بود که فقط هر از گاهی نور رعد و برق اطرافم رو روشن می کرد. کمی از شدت بارون کم شده بود. اما هنوز خیال بند اومدن نداشت. فقط می دویدم و به هیچ چیزی جز فرار فکر نمی کردم. ولی وقتی سرنوشت طور دیگه‌ای برات رقم خورده باشه، دیگه جنگیدن باهاش برای تقدیرت هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. موقعی که فکر می‌کردم با گم کردن خودم توی این جنگل هزار تو میتونم از چنگ تقدیرم فرار کنم، یه آنو توی تاریکی پام به وسیله‌ای اصابت کرد و به زمین افتادم. از درد فریادم چنان به هوا بلند شد که در اطراف پیچید. صدای وحشت زده کیامهر رو از همون نزدیکی شنیدم.
کجایی پرند؟ چی به سرت اومد دختر؟ اونقدر درد داشتم که حتی جواب دادم برام سخت بود. سر و کله کیامهر پیدا شد و فوراً به سمتم اومد و دستی به سر خودش زد. خدای من، پا توی تله گیر افتاده. صبر کن تکون نخور تا بیشتر از این آسیب نبینی. الان یه چوب میارم تله رو باز میکنم. توانم داشت تحلیل میرفت. کیامهر بعد از کمی گشتن چوب محکمی آورد و شروع کرد به باز کردن تله. طولی نکشید که موفق شد و پامو از تله رها کرد. از شدت درد اشک به گونه هم روون شد. با عجله شال کمریشو باز کرد و پامو محکم بست. صبر کن تا مقداری گیاهی دارویی برات بیارم. خوشبختانه این اطراف پیدا میشه. اگه فوراً درمان نشه ممکنه عفونت کنه و خطرناک میشه. من اما جوابی ندادم. اونقدر حالم بد بود که حوصله صحبتی رو نداشتم. کیامهر با گیاهان دارویی روی زخمم مرهمی درست کرد و گذاشت. بعد بازومو گرفت و چوبی به دستم داد. به این چوب تکیه کن تا بتونی راه بیای. باید خودمونو به اون اسب برسونیم. با وجود دردی که داشتم عصبی لب زدم. من از چاله نجات دادی که بندازی تو چاه. اگه اینجوریه چرا نذاشتی بمیرم؟ واسه چی برای هیچ کسی اهمیتی نداره که من چی میخوام؟ بارون حالا دیگه بند اومده بود. کیامهر بهم کمک کرد تا روی تخت سنگی بشینم. اصلا متوجه نمیشم. تو که کاویانو خوب نمیشناسی. پس چرا به همین راحتی در موردش قضاوت میکنی؟ از کجا میدونی که در کنارش خوشبخت نمیشی؟ بی‌پروا به چشاش نگاه کردم. حالا که اینطوره به جای برادرت خودت اقدم کن. فقط به این شرط حاضرم برگردم به ایل. کیامهر از شنیدن حرفم شوکه شد. تو شیرین خورده که برادرم یا امشب مراسم وصلتتونه. نکنه زده به سرت. انگار به جای پات مغز تیپ کرده. حق به جانب لب زدم. تو به شوخی یا شرطم حاضر نیستی باعث نابودی سرنوشت برادرت بشی. پس چطور انتظار داری من با دستای خودم آینده‌مو نابود کنم؟ کیامهر بازومو گرفت. از همین نزدیکی هست. پاشو سوار شو برسونم تیل. باید زخمت مداوا بشه. ممکنه تب داشته باشی که داری هزیون میگی. عصبی دستشو پس دادم. چون نمیخوام به وصلت مجبورم کنید هزیون میگم. من از اینجا تکون نمیخورم. حاضرم با همین درد بمیرم. اما زیر بار حرف زور یه وصیت نخنما شده نرم. فهمیدی؟ اینو برو به همه بگو. نشونی منم بده تا با شمشیر بیان و جونمو بگیرن. اینجوری هم خیال شماها راحت میشه. همین که من از این بدبختی نجات پیدا میکنم. هرچی باشه آبروریزی الان بهتر از رسوایی فرداست. کیامهر متعجب لب زد. منظورت چیه؟ با تکیه جواب دادم. خیالشم که بشم همین آشو و همین کاسه. کیامهر عصبی دستی تو موهاش فرو برد. کنار پام زانو زد. گوش کن پرند. به خدا تو داری اشتباه میکنی. کاویان واقعا مرد خوبیه. بی حوصله نگاهی بهش انداختم. اگه خوب بود که اجازه نمیداد آینده یه دختر اینجوری تباه بشه. تو بایدم ازش دفاع کنی. هرچی باشه از یه رگ و ریشه‌اید. فقط کاش خانواده منم همینقدر حامی من میشدن تا دسته یه ایل حفوش غریبه نیفتم که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد. کیامهر بعد از مکث کوتاهی حرفی به زبون آورد که منو شوکه کرد. برخلاف اون چیزی که فکر میکنی، اگه کاویان پاش به معرکه باز نمیشد، آینده تو قطعا نابود میشد. اون نمیخواست تو از اصل ماجرا خبردار بشی، وگرنه غرور شکسته میشد. اما تو کاری کردی که ناچار بشم واقعیت تو بهت بگم. و اگه کاویان از این مسئله با خبر بشه، ممکنه هیچ وقت منو نبخشه. نمیدونستم از چه راز مگویی داشت حرف میزد. شایدم داشت این بازی رو در می آورد تا منو قانع کنه. آره، حتما همین خیالو داشت. تو داری دروغ میگی. آره، داری چرندیات سر هم میکنی تا فریبم بدی و منو راضی به این وصلت کنی. اما کور خوندی جناب کیامهر. کیامهر که دید من حاضر به پذیرفتن حرفاش نیستم، دستش رو روی سرم گذاشت. به جون خودت قسم میخورم پرند که دارم حقیقتو میگم. به مردونگی و غیرت ایلیاتیم قسم که حقیقت محضه. میتونم تو رو پیش کسی ببرم که حرفامو تایید کنه. اون وقت اگه قانع نشدی به خدا خودم برا سینه سپر میکنم تا این وصله صورت نگیره. یا اصلا دشمنی طایفه رو به جون میخرم و کمکت میکنم پنهانی از اینجا بری به هر جایی که دلت خواست. دیگه تردید جایز نبود. با این جدیت و قسمایی که خورده بود حتما باید پای موضوع مهمی در میون باشه. درد پام با اینکه به خاطر وجود اون گیاهان دارویی قدری آروم شده بود، اما احساس تب و لرز می‌کردم.
کیامهر متوجه لرزش محسوس تنم شد. دستش رو برای کمک به من پیش آورد. بهتره بریم. تو حالت خوش نیست. بعداً در این مورد با هم حرف میزنیم. دستش رو پس دادم. به خدا قسم اگه حرف نزنی محاله یه قدم از اینجا تکون بخورم. منتظرم که بشنوم. کیامهر که متوجه شد نمیتونه منو برای برگشتن قانع کنه آهی کشید. ممکن از دونستن این ماجرا غرورت بشکنه یا حتی مکسی کرد و به نگاه منتظرم خیره شد. ببین پرند، طبق سنتی که گفته شده تو در واقع باید به همسری مرد مسن قبیله در می اومدی تا به عنوان بانوی اول ایل لقب بگیری و فرزندی که به دنیا می آوردی بتونه بعدها به مسند خان ایل تکیه بزن و نسلش رو حفظ کنه. اما خب فقط قبیله شهسوارخان نیست که پی حفظ نسلشونن. همه طوایف ایل چنین خواسته ای دارن. عصبی لب زدم. حالا فهمیدم موضوع از چه قراره. لازم نیست دیگه بقیه‌ش رو بگی. پس به نظرم گذاشتید و منو از دست اون پیرمرد نجات دادید که آینده ی نسلتون رو با فرزندی که از یه اصیل زاده به وجود میاد حفظ کنید. توفیر برادرتون شهسوارخان فقط تو سن و سالشونه وگرنه که در نامردی از یه قماشن. کیامهر به سمتم اومد. باور کن پرند، داری اشتباه میکنی. ظاهر قضیه اینه اما حقیقت چیز دیگه یه. عصبانیتمو به سرش فریاد زدم. دیگه چه توضیحی وقتی همه چی مثل روز روشنه؟ قصد بلند شدن از جامو داشتم. اون چیزی که باید بدونم و فهمیدم. الانم از سر راهم برو کنار. بسا برم پی بدبختیم. اگه بخوای سد راهم بشه همینجا خودمو میکشم تا خیال همه راحت بشه. کیامهر بازومو گرفت. با شرایطی که داشتم نمیتونستم درست قدم از قدم بردارم. ناچار دوباره روی تخت سنگ نشستم. لحن و نگاه کیامهر نگران بود. چرا این کارو با خودت میکنی پرند؟ من که تو رو در این شرایط میبینم ناراحت میشم، چه برسه به کاویان. پوزخندی زدم. کیامهر متاسف لب زد. لعنت به این سنت‌ها و جاه طلبی‌ها که به جز نابودی زندگی و سرنوشت یه عده بیگناه هیچ خیر و مصلحتی تو اونا نیست. به نقطه خیره شدم. اگه کمکم کنی از اینجا برم قول میدم یه روز واسه جبران کنم. البته که واقعا دلت برای یه دختر بیپناه میسوزه. کیامهر مکسی کرد. ببین پرند، من خیلی دلم میخواد کمکت کنم اما همونطور که گفتم اجازه بده حقیقت اصلی که ازت پنهون شده رو برات بگم. همونی که اگه کاویان بفهمه بهت گفتم حتما از دستم ناراحت میشه. ولی چاره‌ای ندارم. برای قانع کردنت باید این رازو برملا کنم. بی تفاوت نگاهش کردم. وقتی قراره سرنوشتم اینجا نابود بشه دونستنش چه توفیری داره؟ کیامهر دستانمو گرفت. اتفاقا توفیر داره پرند. گوش کن. وقتی جلسه یه تعیین عیال برای شهسوارخان برگزار شد و قرعه به اسمت افتاد بعضی از قبایل موافق نبودن. یکیشم قبیله ما و خود کاویان. چون عقیده داشتن سن عیال خان باید کمی به خودش نزدیکتر باشه. از طرفی خاندان عیال اول شهسوارخان که بانوی بزرگ ایل به حساب میاد به شدت مخالف بودن و میگفتن درسته که شما اصیل زاده اید اما ایلیاتی نیستید. ولی شهسوارخان کوتاه نیومد و حاضر بود به قیمت بپا شدن معرکه هم که شده تو رو به عنوان عیال به خونش بیاره. کاویان به هم گفت قبلا تو رو دیده و خاطر خواهد شده اما جسارت پاپیش گذاشتن رو نداشته. اون موقع حتی بحث انجام این سنت هم در بین نبود. ولی وقتی این ماجرا علنی شد دیگه نتونست طاقت بیاره و همونجا توی جلسه رو در روی شهسوارخان ایستاد. اونم خانی که اگه یه جوان جلوش قدلم میکرد طاقت این گستاخی رو نداشت. اما کاویان به خاطرت سینه سپر کرد و با طایفه عیال اول شهسوارخان هم داستان شدن که نذارن این وصلت سر بگیره. شهسوارخان اون موقع حرفی نزد اما این آرامش قبل از طوفان بود. بعد از اتمام جلسه دیدیم که شب از نیمه گذشته. ریختن تو چادر و کاویان و کت بسته بردن و برای مدت 2 شبانه روز اونو توی چادر تک و تنها اسیر کردن و حتی انگ اتهام شورش علیه شهسوارخان رو بهش زدن و بابت همین مسئله شکنجه شد تا درس عبرتی بشه برای بقیه. متاسفانه چون پدرم نسبت به خان جایگاه پایین‌تری داره نتونست اثبات کنه که حق با پسرشه. آخرم ازش کاغذ گرفتن که اگه یه بار دیگه بخواد پاشو از گلیمش دراز سر بذاره و علیه خان اقدامی بکنه زندش نمیذارن. پدرم سخت تونست کاویانو راضی کنه تا اون کاغذ رو امضا کنه
وگرنه تا به حال از بین رفته بود. اصلا نمیتونستم این حرفا رو باور کنم. متعجب به کیامهر خیره شدم. تو داری این حرفا رو محض خاطر این میزنی که دل من نسبت به برادرت نرم بشه، اما این امکان نداره. از این گذشته اگه چشم اون پیر ایلیاتی پی من بوده، چطور شده که امشب قراره از هجله کاویان سر در بیارم؟ این وسط یه چیزی هست که نگفتی. همه این داستان دروغه. تو قصد شو می‌داری. کیامهر بازوانمو گرفت و تکونی داد. تو چرا انقدر لجبازی میکنی دختر جون؟ قسم میخورم هر چیزی که از زبونم شنیدی واقعیت بود و من اینجام که اینو به تو بفهمونم و هر طور شده بالاخره این کارو میکنم. تو اگه بری کاویان نابود میشه. نگاه معناداری بهش انداختم. منظورت چیه؟ کیامهر سری به علامت تأسف تکون داد. شهسوار سر تو با کاویان شرط بسته بود. وقتی اون پیرمرد با مخالفت شدید طایفه عیالش روبرو شد، بعد از گرفتن مکتوبی از کاویان اونو کناری کشید و بهش گفت حالا که ظاهرا مجبور شده از تو بگذره، در عوض کاویان باید بپذیره که باهات وصلت کنه وگرنه اونو راحت نمیذاره. متعجب نگاهش کردم. معلوم هست چی داری میگی؟ اولش گفتی کاویان از قبل به هم علاقه داشته. از طرف پیر ایل چشش پی من بود و سر مخالفت کاویان با این وصلت اونو اسیر و شکنجه کرده. اما الان صحبت از شرط بندی میکنی. من کدوم یکی از این حرفا رو باور کنم؟ کیامهر به حرف اومد. بله درسته. اما اون خانه بی همه چیز بدون طمع این پیشنهادو به کاویان نداده. به برادرم گفته با معرکه‌ای که راه افتاده حتی پرندم نمیتونه عیال یکی از افراد طایفشون بشه، چون ممکنه بلوایی به پا بشه. اما وصلتش با یکی از جوانای طایفه افشار اشکالی نداره. واسه همین از کاویان خواست با تو وصلت کنه که بهش نزدیک باشی. البته اون پیرمرد اونقدر وقیح بود که همچین فکر پلیدی توی سرش باشه. این کلام کیامهر برام قابل باور نبود. خنده عصبی سر دادم. اون برادر با غیرت تو با اینکه از این ماجرا خبر داشت باز زیر بار همچین شرطی رفت؟ سرخندی زدم. خب البته بایدم بره. حتما قول ثروت و موقعیت بهتری بهش داده. از طرفی وقتی خانواده خودم طبق این سنت غلط زندگی تباه کردن، دیگه از حفوش غریبه چه توقعی میشه داشت؟ دستی به سرم زدم. آخ من چقدر بدبختم. کی گفته رعیت و فقیر جماعت بیچاره است؟ وقتی من با این ثروت و جایگاه این سرنوشت نصیبم شده، اسم دیگه غیر از بیچارگی میشه روی اون گذاشت؟ کیامهر قصد آروم کردنمو داشت. اشتباه میکنی پرند. کاویان تو رو معامله نکرده. چون اگه قبول نمیکرد اون وقت شهسوار با جوون دیگه این قرار رو میذاشت. شهسوار خوب میدونست کاویان چه قبول بکنه و چه نکنه، در هر صورت بازنده است. برای همین اومد سراغش تا بتونه همیشه اونو زیر نظر داشته باشه که خطایی ازش سر نزنه. فقط من و اونیم که از این شرط با خبریم. کاویان تصمیم گرفته تو رو رسما عقد کنه و بعد از یه مدتی به بهانه‌ای به شهر ببره. اون با اینکه بهت علاقه داشت ولی چون کم و بیش از عقایدت با خبر بود میگفت شاید حتی نخواهی در کنارش زندگی کنی. تصمیم گرفت تو رو به کرمان ببره و اونجا متارکه کنید تا خودت به دنبال سرنوشتت بری. اینجوری دیگه کسی نمیتونه مجبورت کنه تا به روش این سنتای غلط با کسی که دلت نمیخواد وصلت کنی. کیامهر انگار میخواست با هر کلامی که به زبون می آورد منو شگفت زده کنه. ما تو خیره نگاهش میکردم. نمیدونستم چی جوابشو بدم. گفت تو در مورد کاویان قضاوت اشتباهی داری پرند. نمیدونی وقتی تو رو تو حال فرار دید چطوری از شدت ناراحتی وارفت. حتی درد خودشو فراموش کرد. فراد نگران بود. میدونست اگه اینطوری بیگدار باب بزنی و فرار کنی دیگه روی آرامش رو نخواهی دید. چون اون وقت این طایفه تازه به یاد انجام وظیفه‌ش رو میافتن و تا تو رو پیدا نمی‌کردن دست از سرت بر نمی‌داشتن و زندگی تو به جهنم تبدیل می‌کردن. اما اگه تو رو عقد کن و بعد از مدتی متارکه کنید اون وقت هیچ کدوم از این مشکلات به وجود نمیاد. آره پرند. کاویان همینقدر به تو علاقه‌منده که حاضر شو زیر بار همچین شرط ننگاوری بره و بعد از اونم ازت جدا بشه. حتی ممکن اون مکتوبی که سر تو با شهسوار بسته بود بعدها براش دردسر بزرگی به وجود بیاره. اون به خاطر تو تمام این سختی‌ها رو به جون خرید. حالا انصاف نیست تو اینجوری کاویان رو رها کنی و بری و اونو جلوی چش اون همه ایل و طایفه سرشکسته و بی آبرو کنی. بیا و برگرد پرند.
به جون برادرم که برام خیلی عزیزه قسم میخورم خودم بهت کمک میکنم تا بعد از یه مدت به کرمان یا هر شهر دیگه‌ای که خواستی بری. اونم بعد از متارکه کردن با کاویان. اما الان غرورشو لگدمال نکن. نذار از عشقی که بهت داره احساس حقارت کنه. حداقل این کارو که میتونی براش بکنی. به غیرت و مردونگی ایلیاتیم قسم سر قولی که بهت دادم هستم. نمیذارم دست هیچ کسی بهت برسه. چشای پر از التماس و لحن تمناگونه کیامهر اراده منو برای فرار کردن سوس کرد. نمیدونم چرا نیروی وادارم میکرد تا بهش اعتماد کنم. هیچ فکرشو نمیکردم کاویان خانی که انقدر ازش تنفر داشتم، انقدر آبرو سرنوشتم و با به خطر انداختن زندگی آبروش حفظ کرده باشه. توی شیشو بشه این فکر بودم که صدای کیامهر منو به خودم آورد. چی شد پرند؟ فکرتو کردی؟ ازت خواهش میکنم بیا و با کاویان صحبت کن. بعدش هر کاری خواستی بکن. اما بدون دیدن برادرم از اینجا نرو. من میتونم تو رو به اجبار به محل ایل ببرم. اما دلم میخواد خودت با رضایت برگردی. حسی درون قلبم منو ترغیب میکرد تا به پیشنهاد کیامهر برای یه بارم که شده با کاویان حرف بزنم. صحبت کردم با اون که ضرری نداشت. آروم لب زدم. باشه کیامهر. حالا که این راز برام فاش شد و به هم اعتماد کردی من حاضرم کاویان رو ببینم. اما اجازه بده بعد از اون خودم تصمیم بگیرم که بمونم یا نه. کیامهر لبخندی زد. باشه پرند. هرچی تو بگی. همین که حرفمو پذیرفتی ازت ممنونم. ببین تو همینجا بشین من برم اسبو بیارم تا بتونی سوار بشی و بریم پیش کاویان. باید به طبیبم سری بزنیم بابت زخم پات. سرمو به علامت تایید حرفش تکون دادم. کیامهر هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بود که ناگهان با خیره شدم به نقطه‌ای از حرکت ایستاد. تو اینجایی؟ رد نگاه کیامهر رو دنبال کردم و با دیدن کاویان ماتون شدم. کیامهر خودشو به کاویان رسوند. تو از کی اینجایی برادر؟ نگاهی به دستش انداخت. واسه دستت چطوره؟ کاویان نیم نگاهی بهم انداخت. من خوبم. نگران نباش. دستی به شونه کیامهر زد. من همه چیزایی رو که باید دیدم و شنیدم. از تو ممنونم که پرند و قانع کردی. کیامهر شرمسار سر به زیر انداخت. متاسفم برادر. واقعا نمیخواستم رازتو فاش کنم. اما کاویان لبخند محوی زد. اشکالی نداره کیامهر. تو کار درستی کردی. نگاهش به من خیره شد. شاید اگه من بهش میگفتم باور نمیکرد. کیامهر لب زد. من میرم اسبو بیارم تا همراه پرند برگردی. نگران نباش. بهشون میگیم گرفتار طوفان شدیم. بعد بلا فاصله به سمت اسبش رفت. کاویان به طرفم اومد و تا چشش به من و چوب دستی افتاد نگران لب زد. ببینم تو حالت خوبه؟ سر به زیر انداختم. دردش خیلی زیاد نیست. میشه تا رفتم پیش طبیب تحملش کرد. کاویان با شنیدن حرفم با شرم لب زد. منو چی؟ میتونی تا یه مدت در کنارم بودن و تحمل کنی؟ متعجب نگاهش کردم. منظورت چیه؟ کاویان لبخند محوی زد. میدونم که کیامهر همه چیو برات گفته. مطمئنم اونو بیشتر از من قبول داری که حرفشو قبول کردی. لب زدم. از کجا اینو میدونی؟ کاویان جواب داد. از اونجایی که قانع شدی و موندی. انگشتانمو به بازی گرفتم. شاید اینطور که فکر میکنی نباشه. این بار نوبت کاویان بود که متعجب به هم خیره شد. یعنی چی؟ با کمک چوب دستی قصد بلند شدن داشتم که کاویان بازومو گرفت و کمکم کرد. لب زدم. الان دیگه چیزایی میدونم که میتونم با چش باز تصمیم بگیرم. کمی گلایه مند اضافه کردم. اگه بهم اعتماد میکردی و از اول همه چی رو و راست برام تعریف میکردی شاید هیچ کدوم از این ماجراها اتفاق نمیافتاد و عاقلانه تر تصمیم میگرفتیم. کاویان مردد به حرف اومد. یعنی تو حاضری که به میونه کلامش اومدم. راستش وقتی اصل ماجرا رو شنیدم دور از انصاف دیدم که تو رو اینجوری وسط این معرکه بذارم و برم. دلم نمیخواد به کسی بدهکار باشم. باید یه جورایی برا جبران میکردم. الانم بهتره هرچه زودتر را بیافتیم تا تحملم بابت درد پام از دست نرفته و یا اینکه بخوام پشیمون بشم. من و کاویان سوار اسب شدیم و کیامهر سوار بر اسب خودش. ما را همراهی کرد. بالاخره به محل ایل رسیدیم.
جایی که همه نگران دیر اومدن ما شده بودن و طبق نقشه کیامهر به اونا توضیح داد که گرفتار طوفان شده بودیم. با پیش آمدی که برای من و کاویان پیش اومده بود، طبیب و برای ما احضار کردن و به خاطر این مسئله مراسم به تأخیر افتاد. توی مدت کاویان با احترام و محبت با من رفتار میکرد و حتی یکی دو بار قولی که بهم داده بود و یادآوری کرد. اما وقتی این قول رو به زبون می آورد، به وضوح ناراحتی رو در نگاهش می خوندم. بالاخره حالمون که بهتر شد، مراسم وصلت از سر گرفته شد و من و کاویان به عقد هم در اومدیم. با این تفاوت که این بار با قلبم تصمیم گرفته بودم، نه از سر اجبار. حدود 1 ماهی گذشت و در این مدت کاویان با وجودی که حق داشت اما به خودش اجازه نداد تا با من به خلوت بشینه. یه روز به سراغم اومد و گفت که اسباب سفر به کرمان و با بهانه جفت و جور کرد و بعد از اون با همراهی کیامهر هر 3 راهی کرمان شدیم. وقتی به اونجا رسیدیم، کاویان قول داد تا فردا از من متارکه خواهد کرد و دیگه دختر آزادی خواهم بود. باور نمی‌کردم به قول خودش عمل کنه. اما منم نمیخواستم این محبتش رو بی جواب بذارم. عشقی که در نگاهش موج میزد. لحظه‌ای که قرار بود حکم متارکه بینمون جاری بشه و از من خواسته شد تا صیغه رو تکرار کنم، بعد از مکسی آروم و مطمئن لب زدم. من موافق نیستم و نمیخوام از شوهرم متارکه کنم. کاویان مات و متحیر به هم خیره شده بود. باور نمیکرد چیزی رو که شنیده واقعیت داشته باشه. دستش رو گرفتم. تو همه جور مردونگی رو در حقم تموم کردی. مخصوصا با این کار. اما من کجا میتونم مردی رو پیدا کنم که مثل تو انقدر عاشقانه منو حمایت کن و حتی از آبرو اعتبارش بگذره. من همیشه دلم میخواست با عشق وصلت کنم. هرچند وصلت ما با اجبار شروع شد. اما حالا که فرصت انتخاب داشتم با قلبم تصمیم گرفتم. پس حتما درست‌ترین راهو انتخاب کردم. کاویان با شنیدن این حرفا منو با آغوش کشید و غرق بوسه کرد و تصمیم گرفت تا در کرمان و دور از هیاهوی ایل و سنت‌های گاه ناخوشایندش زندگی آرومی رو کنار هم داشته باشیم. برای منی که با مراسمی پرماجرا به خونه وقت رفته بودم، چشیدن طعم خوشبختی رو حق خودم میدونستم. همینطور حق کاویان که انقدر به خاطر من فداکاری کرده بود. این بهترین سرنوشتی بود که خدا برای هر دوی ما رقم زده بود. عزیزان و همراهان داستان ناز، به انتهای این داستان رسیدیم. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره و برای شنیدن داستانهای دیگه ما کانال داستان ناز 2 که لینکش هم در بیوی کانال و هم در دیسکریپشن متن زیر این ویدیو قرار گرفته و با زدن مور میتونید اون رو ببینید. حتما اونم سابسکرایب کنید. در این کانال هم داستانهای متفاوتی قرار. عزیزان، به انتهای این داستان زیبا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. با شنیدن این داستان زیبا نوشته خانم مهین خزایی زاده در کانال قصه خان با ما همراه باشید با شنیدن داستان‌های زیبای دیگه. تا داستان بعد، خدا نگهدار.